چه فضای متنوعی آری از هر گونه کپی رایت از اپهای خارجی. رونالدو نیز پس از نصب این اپها گفت اینا مال کیه؟ اینا مال کیه؟ و جورجینیا گفت این اپها واسه ایرانه. عشقا. اقتصاددانان از تورم جدیدی به نام تورم رونالدویی خبر دادند. پس از تورم مسکنی و دلاری و زمینی و باد هوایی و ایکس و ایگرگ، این بار تورم رونالدویی گریبانگیر ما شد. اتاق هتل، صندلی هتل، دستمال کاغذی که رونالدو دماغشو پاک میکنه، گوش پاک کن، مسواک. همین الان خبر دادن باد معده افزایش 10 برابری داشته. و ما پیامی برای عمو سبزی فروش. عمو حسن جون مادرت این بنراتو یه 2-3 روزی آف کن. من الان گوینده با شنوایانم رفته دم هتل.